جوی دوام آمده الحمدلله صبح سلامت خدا شکر همش با جوی خوب و مشکل زمانهایی و خوب زمانهایی جوی همین که زمان همه را شکر از نشان دادن گفتن که پیغمبر زیارت کردیم جویی که پیغمبر ما و شما خیلی از کسانی از این اسلام برخو فرمودن خیلی ما زیارت کردیم حضور احمد و پیغمبر رمضان عمره که همین جو مکرم رو رسوند همین حجم رو زمان اول خدمت دادیم. سلام علیکم برادران، کسانی که میخواهند که به شهر مدینه منوره و مکه مقدس سفر کنند زیارتگاه کنند کمپانی زمزم عمره به ما خیلی یاردم کرد که خیلی جای مقدس تماشا کردیم. الحمدلله جایی که پیغمبر ما و شما رفتن زیارت کردن عذاب کشیدن که اسلام برپا کردن این ما اونجا را زیارت کردیم. الحمدلله این حاضر نصیب باشه به شهر مکه منوره سفر داریم ان شاء الله. مرحمت کمپانی زمزم عمره و شما همه وقت خدمت شما داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، خدا نگهبان هر یک قدم شما باشه. اولش پروردگار و شما هستی که چقدر سبب میشه مردم نیازمند کمبغل، یعنی که رکلامه ها میکنه بالنیسا و باربری و خلاصه همه چیز. اولش خداوند باز میگم شما سبب میشه که چقدر پیشروی میکنه خلق صادق در طرفای غربی. خدا از شما راضی باشه، ما ان شاء الله از همه شما راضی هستیم. دوستان مهربان، ویدیو را دیده که ابراهیم برادر که ما که 13 ساله هسته، یعنی ابراهیم چا عبدالرزاق خدا احسای شرکت زمزم عمره الحمدلله رفت در همجا این ویدیوش تماشا کرده خدمت رسانی کرده است. گرچند که بعضی برادران از حساب شرکت زمزم عمره نرفته شدیان، الحمدلله برادرای ما در مکه و مدینه راهبرداری ما خدمت رسانی کرده ایستادن ان شاء الله. چی ویزا توگل میکنن، چی دسترسی توگل میکنن، چی جای تاریخی تماشاشو میبرن، چی عمره را میگردونن. خداوند زنده باشه، در حقش دعا کنه راهبرداری ما را. دوستان مهربان، من گام میزنم اول از تاجیکستان بعد از روسیه برای حج عمره. با دقت گوش کنید پدران و مادران عزیز، کدمی که ای تاجیکستان میبردیم 200 متاسفانه حاضر ای تاجیکستان برده نمیشه، ایسای نرخ نو بازی کرد. فقط حاضر ای ازبکستان یعنی برادرها هستن ای تاشکند میبرن. همین شرکت ما زمزم عمره این 1673 اکی حسن ای با همین رقمو زنگ میزنی، با همین رقمو زنگ میزنی ان شاء الله راهنمایی میکنه چخیر. بعد برای کی مردم از دمی سال نو خدمت بسیار میشن، با نه به خاطر سال نو مردم که خدمت میشن آدم بسیار طلبات بسیار. ما خواستیم که ما را یک کمک کنیم در این حالت برادرای ما 200 بود ما 1900 کردیم. در 1900 که شهروند ازبکستانی، تاجیکستانی، روسیه فرق نداره ای تاشکند میپری ای شرکت زمزم عمره 1900 که فریدی کو دوستان در چی میدرویا زفترک یعنی خوراک سحری خوراک بیگاه میدرویا عبید نمیداره. برای که میره نماز میخونه تو ایسوس میکنی ساعت 10 11 میشه هم زفترکش هم خامش شود عبید نمیداره. در 1900 ما استانلیش بغیر یه عبید همش ویزا بردن آوردن اتوبوس خلاصه همین ای تاشکند میبرن تو ان شاء الله. با تاشکند هم میارن تو با هم خوشیر. دوستان ویرو چیکار کردن در کار با دقت گوش کردن در کار وقت زنگ میزنی فقط سوالات عایدی همین حج عمره باشن. دوستان فهموشید کدمی که ای تاجیکستان بسیار سوال میشه اکا ای تاجیکستان چیکار میکنیم کارو میکنیم. دوستان مهربان از هر یک کدوم شما خواهش میکنم ای تاجیکستان یعنی که با واسطه ازبکستان میبریم 1900. خوب این همین یکم تا پنجم پرواز ای یکم تا پنجم با نگه که نگفتیم کدمی اصلی تاجیکستان میپره. خوب برای شهروندایی که ای روسیه میریم باز میگم ازبکستان پاسپورت داری، تاجیکستان پاسپورت داری، قرقیزستان داری، روسیه داری ای روسیه میپری یعنی که ما 200 در این 200 چی میدرمد که $2000 ای روسیه چی میدرمد عبید اوژن میدرمد زفترک میدرمد همه خدمت رسونی.
ما گفتیم که بیایم سال نو که یک بار برادر شکایت میکنن برای که ما شویتسکی استول هم کردیم چی خدمت رسانی کردیم الحمدلله ای تشید ای عبید اینجا ششلیک نیست هست خیلی برادر با هم خاطر گپ زیادی نمیزنیم ما چیکار کردیم یک بار $600 مینوس کردیم اسکیدکا کردیم اکسیا کردیم برای خاطر که همین برادرها تو روحانی بلند شوند برای من بگذار ای کسای خودشو بخورن همه ما نرخ نوارا گفتیم $1600 این همین یکمی چیزلا تا 5 یکمی ینور تا 5 ینور پرواز داریم دوستان مهربان دیر نمونید در رقمو زنگ بزنید جو هستای اسپید میکنه فرق نداره چند نفره 100 نفره 200 نفره یک نفره زنگ بزنید ای روسیه 1600 ای تاجیکستان 1900 ای تاجیکستان خراکه میداره از زفترک اوژن میداره ای روسیه هیچی نمیداره خورد خراک نمیتین عمرت و ویزاهاتون سیر گشت همه شو بگردن میگیم گاسنیسای خوب باز میگم گاسنیسا خود ای تاجیکستان میره ای روسیه گاسنیسا در مکه در پیش خونه خدا 400 تا 500 متر در مدینه را باشه پیش مسجد پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلام با هم خیلی 400 500 متر دوستان عزیز در اتوبوسا نمیشنی خوب خداوند حفظ نکنه همه تا به خاطر اولاد دوست میدارم خیال میکنم که فهمانده دادم خشرو دادم دیگه اکل گپ سوال زیادی نمیشوه برادرها جو هسته یکم تا پنجم زنگ میزنیم ان شاء الله حرکت میکنیم نونایس باز یا برگه خواهش دیگه میکنم که خدمت قرضیداری برادرها نروی قرضاتون بتی خدمت که سوم نداره نامستقیم شوه این کسی امکانیت شرایط داره حج توزی بگیم مادرش فکر نکن چه میگم همسایه را باید اچا مرای کنه با ما بر قرض کنه مرای کنه نه کسی نداره به خاطر اولاد دعا خدایا خانه خودت رو دیدار نصیب کن شید نور علی نور نشید ان شاء الله همین نماز جمعرم این چی هسته حج عمره و فرضی مردمی مسلمان و خلمقال هستند خدا همه شما رو برای راست هدایت کنه این همچنین ما را در حق ما دعا کنه که انسانیت به خطا نمیشه خداوند کل مسلمانان را برای راست هدایت کنه السلام علیکم